فعلی نه تنها سر افراد دارای مالیات بلکه بالای کلگی تاثیرات خود دارد. مشکلات اقتصادی واقعا یکی از مشکل است که امروز همه جامعه را فرا گرفته، به خصوص افراد دارای معلولیت است. موضوع مشکلات معاشاتشان است، موضوع بیکاری است، موضوع فقر است، موضوع تنگدستی است که روی افراد دارای معلولیت تاثیرات بسیار عمده را برانداخته که افراد سخت متاثر ساخته و در همین مقطع زمانی زیاد ضرورت است که در این راستا دادخواهی شود، مسئولین گوش شنوا داشته باشند و به این افراد دارای مالیات توجه بکنند و این یک قشر است که از هر نگاه باید به این رسیدگی شود و در حین زمان امروز مشکلی که یکی از مشکلی عمده منجمد شدن پولهای مردم افغانستان است که در حقیقت یک جزا به مردم فقیر و فعلی نه تنها سر افراد دارای مالیات بلکه بالای کلگی تاثیرات خود دارد. مشکلات اقتصادی واقعا یکی از مشکل است که امروز همه جامعه را فرا گرفته، به خصوص افراد دارای معلولیت است. موضوع مشکلات معاشاتشان است، موضوع بیکاری است، موضوع فقر است، موضوع تنگدستی است که روی افراد دارای معلولیت تاثیرات بسیار عمده را برانداخته که افراد سخت متاثر ساخته و در همین مقطع زمانی زیاد ضرورت است که در این راستا دادخواهی شود، مسئولین گوش شنوا داشته باشند و به این افراد دارای مالیات توجه بکنند و این یک قشر است که از هر نگاه باید به این رسیدگی شود و در حین زمان امروز مشکلی که یکی از مشکلی عمده منجمد شدن پولهای مردم افغانستان است که در حقیقت یک جزا به مردم فقیر نام ما مولی عبدالغفور، تخلص مخانی است. مدرسم ریاست کار امور اجتماعی آمر یا سرپرست آمریت آمر کار. درباره معلولین یا همکاری حکومت در باره معلولین براتون یادآور شدم که حکومت در هر جای دستگیری مردم می باشد. چنانچه شاعر میگه که رینیک مردان آزاده گیر، چو ایستاده دست افتاده گیر. معلولین در هر کشور از جمله کسانی حساب محسوب میشه که افتاده هستند. آنها احتیاجات دارند که از دست از آنها گرفته شود. اولین دستگیری را درباره معلولین در هر کشوری که باشه، اولین دستگیری را باید چه بکنه؟ حکومت زمان بکنه. او حکومت دارای هر کسی باشه. معلولین مختص به یک تنظیم نیستن، به یک ارگان سیاسی نیستن. معلولین مختص به همون جامعه هستند. هر کسی که در جامعه ادعای حکومت داری میکنه باید لازم و واجب به سر از است که از دست معلولین بگیرن و معلولینی که جنگی و غیر جنگی را فرق میاره. معلولینی که جنگی است در اینا پیسه داده میشه، معلولینی که غیر جنگی است دولت پیسه نمیده. از دولت جمهوری اسلامی امارت اسلامی خواهشمندیم که از معلولینی که غیر جنگی و جنگی است فرق از بین برده شود در دیش. پژواک خبری اژانس د پیښو رښتینې هنداره